عبدالرحمن نزد پیغمبر آمد، گفت پیغمبر خدا بچه من در جنگ ناپدید شد، او را دشمن ها اسیر گرفتن، چیکار کنم؟ رسول الله گفت پدر عبدالرحمن تو شکست دل نشو، تو رفته در خانه نماز بخوان، بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ قوت و توانایی نیست مگر بر همون ذات است، هر کاری که میکند او ذات میکند، تو بر او تکیه کن، پیش من شکایت نکن. وقتی که این پدر میگه آمد بالای جای نماز، طبق گفته پیغمبر خدا را که عمل کرد، هر روز میگه این کلمات میگفت، بناگاه از بین یک ماه گذشت که فرزندش از اسارت دشمن ها نجات یافت، با بزم این 100 شتر دشمن گرفته خانه پدرش آمد. پدرشان گفتن هزارها بار شکر به سوی تو ای خدایی که من تو را به عظمتیت خواندم و از تو من مدد طلب کردم. شما هم هر مشکلاتی که بالای شما میاد، هر فتنه‌ای که بالای شما میآید، شما چیکار کنید؟ جای نماز پرتوین، فقط زاره و تولا را از خدای خود بکنید، انشاءالله از همه بلاها شما نجات میابید. خدا ترسی را در دلتان، خواه جوان باشین خواه پیرانسال، البته جایگیر کنین. البته کسی که از خدا میترسد، تمام حیوانها و تمام انسها از او میترسند. من این را برای شما یک مثال میارم. وقتی بستان خواندم، بستان سعدی را، حضرت یک حکایت عجیبی آوردن در باب خدا ترسی. تماشا کنیم. همین عملی که شما الحال کردین، به نماز جمعه که میآیین، این خود خدا ترسی هست، این علامت خدا ترسی است. و الا رفیقای شما هم در پهلوی شما در همون کارخانه‌های کار میکردین، همونجا کار کرده ایستادن، لکن شما را چی؟ ترس خدا و ایمان شما گرفته بر همین مسجد بر وقت آورده رسانید. این ایمان شماست، این ترس خداست. حضرتی را در نظم ادرارت حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین. سعدی میگوید این حکایه‌ای که من بر شما میکنم این افسانه نیست، بلکه این را حقیقتی دارد، بلکه این در تجربه حیات انسان ها گذشتگی هست. آیا این چی حکایت است؟ شما گوش کنین میگد این حکایت بیهوده نیست. حکایت کنن از بزرگان دین، حقیقت ناسان عین الیقین، که صاحب دل بر پلنگ نشست، همه رفت رهوار و مار بدست. یکی گفتش ای مردی خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. یک صاحب دل، یک خدا ترس مثل شما در بالای پلنگ میگه سوار بود. مثل ما و شما خر و اسب سوار میشیم به آسانی، او صاحب دل پلنگ به آسانی سوار شده است و در دستش یک درنده دیگر مثل مار حرکت کرده رفته است. یک شخصی میگه از پیش بر آمد، گفت ای مردی خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. همین راهی که تو برای خودت اختیار کردی، این چه خیل راه بود؟ تو از کجا چی کردی که درنده رامی تو شد، نگین سعادت به نامی تو شد؟ این مرد میگه سوالش که چیکار کردی که این درنده، این پلنگ است، این مارم درنده هست، اینا چیکار کردی به تو رام شدن؟ حضرت چی گفتن؟ گفتن وگر ور پلنگم زبون است و مار، وگر پلنگم زبون است و مار، ار پلنگم زبون است و مار، وگر فیل و کرگس شگفتی مدار. حضرت میگه گفتن این پلنگی که من سوار شدم، این ماری که در دست من است، اگر ای برادر فردا ببینی که من بالای فیل سواره هستم و در دستم کرگس است، یعنی فیل هم درنده است، کرگس هم درنده است، شگفتی مدار. تو در تعجب نره، تو در تعجب نره که من فردا باز پلنگ سوار بشم و در بالای دستم اگر کرگس بگیرم. برای چی؟ تو هم گردن از حکم داور مپیچ،
تو هم گردن از حکم داور مپیچ، که گردن نپیچه از حکم تو هیچ. اگر تو هم ای برادری که سوال کننده هستی، اگر مثل من تم از گردن از حکم داور نپیچی، تو هم اگر پیروی قرآن و پیروی حدیث های پیغمبرت باشی، تمام این درنده ها به تو راه می شوند. همه این درنده ها به تو تسلیم می شوند، در صورتی که اگر تو چی باشی؟ از حکم خدای خود گردن نپیچی. همه اینا راه می تو می شوند.